که حالتون خوب باشه. امروز قراره با سرکار خانم شبنم شیخ‌ها مصاحبه کنیم. ایشون ورودی سال 95 دانشکده کامپیوتر هستن، دانشگاه صنعتی شریف، و برای رشته معماری کامپیوتر اپلای کردن دانشگاه MIT آمریکا و الان دارن دکترای مستقیم همین رشته رو تو دانشگاه MIT میخونن. سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدین. سلام، مرسی از اینکه منو توی برنامه‌تون گذاشتین. باعث افتخاره که اینجام. امیدوارم که صحبتامون بتونه برای افرادی که گوش میکنن مفید باشه. مرسی که افتخار دادین. خب شروع کنیم از سوالات. اول اینکه یکم راجع به مسیری که توی دانشگاه طی کردین کلا بهمون میگین. خب من همونطور که فهمیدین ورودی 95 هستم. من اصالتا یزدیم. بعد سال 95 که بود اومدم تهران، شروع کردم تو دانشگاه درس خوندن. بعد طرفای ترم 3 اینطورا بود که فهمیدم که به رشته سخت افزار علاقه دارم. بعد یه سری درسای دیگه‌ای که مرتبط به سخت افزار بوده برداشتم ببینم که جو چجوریه. کلا از فکر کنم از طرف ترم 3 هستش که بچه‌ها شروع می‌کنن درسای تخصصی تر برداشتن و مثلا میفهمن که چه رشته‌ای دوست دارن. بعد از ترم 5 که بود دیگه ریسرچ و تحقیق رو شروع کردم و همون طرفا بود که تصمیم گرفتم که ماینور رشته ریاضی هم بگیرم. حالا این ماینور تموم نشد، خیلی مهم نیست، ولی اون موقع بود که خیلی تصمیمای مهمی تو ترم 5 گرفته شد. بعد دیگه تا فکر کنم ترم 8 که بودم دیگه شروع کردم اپلای کردن و همون طرف هم کرونا بود و کل دوران اپلای در انزوا گذشت. آره. و دیگه سال 1400 آره، یعنی در واقع سپتامبر 2021 دیگه اومدم MIT و از اون موقع هم اینجا هم دیگه. بسیار عالی. شما اشاره کردید که سال سوم یا ترم سوم علاقتون رو به سخت افزار پیدا کردید. یعنی قبلش مثلا قبل از ورود به دانشگاه میدونستید که سخت افزار فنید یا توی دانشگاه به این نتیجه رسیدید؟ من قبل از دانشگاه حتی نمیدونستم که کامپیوتر فنم یا نه. یعنی دو مدل انتخاب رشته کردن هست کلا قبل از اینکه بیاین دانشگاه. یه سریا هستن که خب خیلی میرن سوال میپرسن، یعنی مثلا من خودم که دانشگاه بودم خیلیا بهم زنگ میزدن که شما چرا مثلا رشته کامپیوتر رو انتخاب کردین. مثلا از قبل خیلی اطلاع نداشتم که چی به چیه قبل از دانشگاه و بیشتر حالت حذف گزینه بود حقیقتش که کلا کامپیوتر رو انتخاب کردم. مثلا خیلی میپرسیدم که خب فلان رشته فلان جوره، حالا من مثلا کامپیوتر یکم گستردگیش بیشتر و گزینه‌های بیشتری هست، خب میام کامپیوتر. بعد اندکی شانس آوردم که مثلا ترم 1 و 2 که دانشکده بودم نه واقعا رشته جذابی و دوست دارم. بعد سخت افزارم من ترم 3 یه درس معماری کامپیوتر برداشتم با استاد گودرزی. بعد اون درس خیلی سخت بود، یعنی واقعا سخت بود، خیلی تمرینای زیادی داشت و خیلی مثلا تمریناش ساعت‌ها وقت می‌گرفت و کلی مثلا بعد بیت به بیت رو بعد نگاه می‌کردی که مثلا متوجه بشی مشکل از کجاست. بعد همه کسایی که اون درس رو برداشتن خیلی بدشون اومد، خیلی کلا خیلی بدشون اومد، ولی من خیلی دوست داشتم، یعنی واقعا تمریناش برام جذاب بود. بعد اینطوری بودم که خب شاید مثلا این سمت چیزیه که من واقعا دوست دارم. بعد دیگه بیشتر درسای سخت افزار دیگه رو برداشتم، مثلا یه سری درسای اختیاری میتونین برداریم، من مثلا بیشتر سعی کردم سمت سخت افزار بردارم. بعد دیدم که نه واقعا دوست دارم و دیگه یعنی در واقع طی مسیر دانشگاه بود که فهمیدم چی دوست دارم. از قبل خیلی اطلاعی نداشتم. الان دیگه بازار هوش مصنوعی خیلی داغه، همه میرن سراغ هوش مصنوعی. شما چی شد که تو این بازار داغ هوش مصنوعی رفتین سراغ سخت افزار؟ این خیلی سوال خوبیه. یه چیزی که هست اینه که از وقتی جی پی ها اومدن و کلا مثلا فهمیدن که میشه جی پی ها رو استفاده کرد برای چیزای ماشین لرنینگ، اون موقع بود که مثلا خیلی یهو ماشین لرنینگ رشد کرد و مثلا همه رفتن سمت ام ال و مثلا دیگه میتونستیم داده ها رو خیلی سریع پردازش کنیم و اینا. اون موقع بود که خیلی پیشرفت کرد و یعنی در واقع اگه مثلا سخت افزار اونقدر پیشرفت نمی‌کرد، ماشین لرنینگ هم پیشرفت نمی‌کرد. یعنی خب کلا شما هر برنامه‌ای که داشته باشین یه سیستمی اون زیر لازم هست که اونو اجرا بکنه. حالا خب واسه کار دم دستی خب اوکی، مثلا همین سیستمی که الان هستم کافیه، ولی مثلا حتی الان هم مثلا کارهای ماشین لرنینگی خیلی نیاز به سیستمای پیشرفته داره. مثلا چت جی پی تی رو روی 8 تا جی پی یو ران میکنن و مثلا چندین هفته ها مثلا طول میکشه که اون ترین بشه. و خب اگه مثلا این حتی با این همه پیشرفتی که شده هنوز هم مثلا نیاز هست به اینکه اکسلراتورهای بهتری طراحی بشه.
برای همین یعنی من مثلا خب ماشین لرنینگش جذاب بود برام، ولی بیشتر برام جذاب بود که چی داره اون زیر اجرا میکنه همه این محاسبات رو. خب من فرض میکنم یه دانش آموزی الان میخواد ببینه آیا مناسب سخت افزار هست یا نه و میخوام از شما که خودتون رو بذارید جاش و بگید که چه ویژگی هایی باید داشته باشه، چه تایپ شخصیتی باید داشته باشه که بره سراغ سخت افزار. خیلی سوال خوبیه این. یه سری ویژگی ها هست که حس میکنم کلن بین کسایی که کامپیوتر میخونن و خب کسایی که سخت افزار انجام میدن مشترکه، ولی صرفا شاید اون کسایی که سخت افزار میخونن یکم بیشتر باید اون ویژگی ها رو داشته باشن. حالا شاید اگه با یه نفر که مثلا یه رشته دیگه میخونه موافقت نکنه و بگه نه ما رشته ما این ویژگی رو داره، ولی خب حالا من در اون زمینه اطلاعاتی ندارم. و این سری ویژگی‌هایی که توی هم‌آزمایشگاهی خودم می‌بینم اینه که خیلی توجهشون به جزئیات زیاده. خب مثلا توی خب سخت افزار اینطوریه که شما از یه سری کامپوننت داری استفاده می‌کنین، اینا رو مثلا به هم دیگه وصل می‌کنین، بعد خب یه سیستمی رو ران می‌کنین و واقعا مثلا ممکنه که صرفاً یه اساینمنتی که انجام میدین اشتباه باشه و کل مثلا پرفورمنس اون سیستم مثلا میاد پایین. مثلا ممکنه که چه می‌دونم 2 تا اساینمنت رو جابجا انجام بدینم. حالا خب تو اکثر رشته‌ها میشه همچین چیزی گفت، ولی این توجه زیاد به دیتیل که ساعت‌ها بشینین مثلا دیباگ کنین ببینین که اونجا اون یه دونه بیت باید مثلا 0 باشه 1 بود، ای وای خراب شد کلش. مثلا یکم این توجه به دیتیل زیاده. مثلا علاقه اینو داشته باشین که برین مثلا تا توی تک تک الگوریتم رو نگاه کنین ببینین که مثلا با اون نیازی که دارین کدوم الگوریتم بیشتر میخونه. چون مثلا وقتی در یکم سطحش بالاتر باشه خب میشه مثلا کوتاهی‌ها و اینا رو یکم حالا ماسمالی میکنه میذاره میره، ولی وقتی مثلا در حد سخت افزار هستش خیلی همه چیز باید دقیق باشه، همه چیز باید خیلی دقیقاً سر میکروثانیه مثلا انجام بشه. و این یه توجه به دیتیل و این که مثلا کلا علاقه داشته باشین که برین توی بلک باکس ها رو ببینین که چه خبره، چه اتفاقی میفته. خب یه ذره از سخت افزار کلا فاصله بگیریم و به بحث هیجان انگیز MIT بپردازیم، چون به هر حال الان دغدغه خیلی از بچه‌ها اپلای و دیگه رنک 1 و MIT و اینکه همه دوست دارن برسن به اون جایگاه. اول بپرسیم چه افرادی میتونن برن MIT، چه ویژگی باید یک فردی داشته باشه که بتونه بره MIT؟ کلا من نمیام مثلا 2 تا آدمو بذارم کنار هم بگم که خب تو ویژگی MIT رفتن داری، تو ویژگی MIT رفتن نداری. من این کار رو یکم نمی‌کنم، ولی یه بحثی که هست کلا توی اپلای، حالا کلا اگه مثلا مسئله شانس رو بذاریم کنار بگیم که خب مثلا همه کسایی که اپلای میکنن یک جور در نظر گرفته میشن و همه اینا فقط مثلا رزومه مطرحه، اگه بخوایم مثلا به این سوال جواب بدیم کلا برای اپلای PhD چیزی که مهمه ریسرچ کردنه. یه سری دانشگاه خب آره مثلا معدل براشون مهم هست، حالا اگه مثلا معدل خیلی پایین باشه یعنی بعد ریسرچ خیلی خوب باشه که مثلا استاد جلوی اون معدل رو مثلا بگه که خب حالا احتمالاً داشته یه کاری میکرده که معدلش اونقدر خوب نبوده. و کلا مثلا شما وقتی میخواین برین یه دانشگاهی ریسرچ بکنی، اون استادی که شما رو داره در واقع استخدام میکنه صرفا براش مهمه که چجوری مقاله می‌نویسین و کلا چجوری تحقیق میکنین، چجوری مثلا با افراد دیگه تحقیق میکنین حتی. و مثلا چیزایی که من داشتم، من حالا ترم 1 اونقدر معدلم خوب نبود چون تازه از یزد اومده بودم تهران و یکم برام جو دانشگاه آشنا نبود، ولی مثلا از ترم 2 که فهمیدم معدل هم نسبتا مهمه خیلی سعی کردم معدلمو بیارم بالا و بعدش که فهمیدم مثلا ریسرچ و اینا هم مهمه سعی کردم که توی یه سری اینترنشیپ و اینا شرکت بکنم. سال ترم 5 که بودم برای کارآموزی اپلای کردم، رفتم EPFL توی سوئیس. بعد اونجا توی اون گروهی که بودیم مثلا پیپر دادیم، حالا من نویسنده دوم بودم ولی خب برای دانشجوی کارشناسی مثلا نویسنده دوم اوکی، این نویسنده دوم خوبه، لازم نیست نویسنده اول باشین. بعد اون پیپر توی اون کنفرانسی که اکسپت شد جایزه بست پیپر رو گرفت. بعد خب اون خیلی رزومه منو برد بالا و کلا این تحقیقایی که در دوران دانشجویی انجام میدین، حالا مثلا تو خود شریف هم میشه تحقیق کرد، مثلا با استادا و اینا میشه ریسرچ کرد توی آزمایشگاهشون، ولی خب هر چقدر مثلا اگه پیپر
داشته باشین که چه بهتر اگه مثلا بتونین اون استادی که دارین باهاش ریسرچ میکنین احتمالاً براتون یه توصیه‌نامه‌ای می‌نویسه. بعد اون توصیه‌نامه هم خب مهمه. مثلا من اون استادی که باهاش کار می‌کردم منو خیلی میشناخت توی EPFL و خودش بهم گفت که مثلا یه توصیه‌نامه خیلی خوبی برام نوشته بود. حالا من که اینجا نشستم مثلا من نمیدونم اون معدل تاثیرگذارش یا مثلا اون پیپر تاثیرگذارش یا توصیه‌نامه اون استاد تاثیرگذاشت یا مثلا اسم دانشگاه شریف تاثیرگذاشت، من نمیدونم کدومی که از اینا تاثیرگذاشت، ولی خب میتونم بگم که این چیزا رو داشتم و کلا مثلا برای اپلای یا اینا اون تجربه ریسرچ خیلی تجربه مهمیه. یه سوال بپرسیم که اگر به گذشته برگردید مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف رو انتخاب میکنید؟ آره حتما همین رشته رو انتخاب میکنم. شاید مثلا یه سری تصمیمایی که تو دوران دانشگاه گرفتم و مثلا یکم عوض میکردم. مهندسی کامپیوترش هم خب واقعا حس میکنم برای من حداقل انتخاب رشته مهندسی کامپیوتر خیلی گزینه‌های زیادی رو برام فراهم کرد و خیلی تنوعش زیاد بود و کلا من این رشته رو بیشتر دوست داشتم. آره. اگه برگردم همین مسیر دوباره انتخاب میکنم. خب راجع به رفتن به MIT بهمون توضیح دادید، ولی یه سوال حالا دغدغه خیلی از بچه‌ها هم هست که اصلا رفتن به MIT آسون که نه امکان پذیر هست، یعنی بچه‌ها روش حساب باز کنن که بالاخره اگر یک فرآیندی طی بشه امکان رفتن بهش هست یا امکان خیلی کمه؟ بازم میگم این خیلیش به شرایط اپلای اون سال بستگی داره واقعا. خب مثلا من نمیدونم بچه‌ها در جریان هستن یا نه، ولی مثلا سال 93 یه سری بچه‌ها که اپلای کرده بودن خب اونا مثلا رفتن فرودگاه بعد برشون گردوندن، اصلا مثلا نذاشتن برن آمریکا. بعد خب وقتی سال 93 این اتفاق افتاد، سال 94 خیلی بچه‌های کمی مثلا آمریکا گرفتن. مثلا MIT و استنفورد فکر کنم MIT کلا هیچکی نگرفت از سال 94 با اینکه بچه‌ها خیلی رزومه‌شون خوب بود. و استنفورد فکر کنم مثلا فقط یه نفر گرفت. اونم رشته کامپیوتر نه. بازم نمیگم بده، ولی خب از رشته کامپیوتر کسی نگرفت. بعد یعنی خب شرایط محیط خیلی مهمه، ولی خب اون سالی که من اپلای کردم خب رئیس جمهور عوض شد، رئیس جمهور آمریکا عوض شد و خب خیلی بیشتر گرفتن. یعنی یکم شرایط جوی و اینا هست واقعا و خب متاسفانه خیلی شرایط استیبل نیست که بگیم نه مثلا امسال احتمال مثلا 2% یه کسی قبول میشه. این چیزا هست و خب من مثلا واقعا نمیدونم مثلا 2-3 سالیه که بچه‌ها میخوان اپلای کنن چطوریه، ولی این مثلا هست که خب حالا اگه MIT هم نگرفتین کلا مثلا دانشگاهایی که میخواین برین اپلای بکنین اونقدر مهم نیست که مثلا رنکینگ دانشگاه چطور باشه. خب حالا مثلا اگه میخواین برین آمریکا یا مثلا میخواین برین کانادا یا میخواین برین اروپا، اگه مثلا ریسرچ براتون مهمه، خیلی بیشتر مهمه که اون استادی که پیشش کار میکنین کی باشه و مثلا اون استاد شناخته شده باشه تو اون فیلد، یا حتی اگه شناخته شده نباشه مثلا استاد خوبی باشه مثلا برسه بهتون. چون اگه مثلا هدف اینه که PhD خوبی داشته باشین، مثلا ممکنه که MIT هم باشین ولی استادتون واقعا استاد خوبی نباشه، مثلا افسردگی بگیرین. اصلا هم نمیگم من اینطوری شدم، ولی مثلا ممکنه که اینطوری بشین. یعنی که مثلا ممکنه که یه دانشگاهی که رنکینگش اونقدر بالا نباشه مثلا خارج آمریکا یا تو اروپا کلا برین، ولی خب استادتون خیلی عالی باشه و یه PhD خیلی موفقی داشته باشین و بعد از اون مثلا کلی آپشنای زیادی براتون باز بشه. حالا کلا آمریکا خوبیش از این نظرها هست که خب اکثر شرکتایی که مثلا معروفن اینا اینجا، اگه مثلا بخواین کارآموزی برین دوران PhD تون یا مثلا بعد از PhD تون بخواین برین کار کنین، خب خیلی آپشنای زیادی اینجا هست. ولی اینطوری نیست که مثلا این آپشن‌ها توی اروپا یا مثلا توی دانشگاه‌های دیگه نباشه. یعنی مثلا میگن احتمال پذیرش گرفتن تو دانشگاه رنکینگ بالا هست، ولی خب اینطوری نیست که مثلا هدف این باشه که من حتما بعد دانشگاه رنکینگ بالا پذیرش بگیرم، اگه نگرفتم یعنی PhD به درد نمیخوره. اینطوری نیست واقعا. شما که هم دانشگاه شریف درس خوندید هم MIT درس خوندید، این اختلاف سطح دو تا دانشگاه چجوریه؟ خیلی محسوسه؟ یعنی مثلا چه تفاوت‌هایی وجود داره تو دانشگاه؟ آیا اینجوریه که بگید من بعد از اینکه MIT رو دیدم دیگه اصلا به نظرم درس خوندن تو شریف اونقدر جذاب نبود؟ خب چیزی که من میتونم بگم، حالا من کارشناسی شریف بودم و خب دکترا MIT بودم
همین خیلی مقایسه مثلا کامل و جامعی از کارشناسی شریف کارشناسی MIT نمیتونم ارائه بدم، چون خب کارشناسی MIT رو تجربه نکردم، ولی طبق چیزایی که شنیدم جفت دانشجوها یه جور استرس دارن. یعنی هم دانشجوهایی که تو شریفن خب خیلی استرس دارن، هم دانشجوهایی که MIT ان، هم دانشجوهایی که تو دانشگاه دیگه آمریکا ان خب خیلی استرس دارن. حالا خب قاعدتا استرس ها توی سطح نیست، دغدغه‌های افراد متفاوته، ولی خب با دوستام هم که صحبت می‌کردم میگفتن که اونا هم که توی آمریکا درس می‌خوندن، کساییشون که می‌خواستن برن PhD، همه مثلا استرس این که وای نمرم خوب بشه، وای مثلا فلان تمرینو دارم، وای مثلا فلان استاد فلان کار کرد، همه این استرس ها رو دارن و خیلی تفاوت زیادی مثلا من توی سطح دانشجوها نمی‌بینم. صرفا مثلا تفاوتایی که شاید میشه دید، خب بالاخره امکاناتی هست که در اختیار دانشجوها قرار میدن. خب اینجا اکثر افرادی که مثلا میدیدم توی کارشناسی بودن، مثلا کارآموزی دوران کارشناسی میرفتن اپل، بعد خب اونی که کارآموزی دوران کارشناسی میره اپل خب خیلی تجربه ریسرچ بیشتری داره، تجربه رزومش میره بالاتر و خب این امکانات هست و کلا مثلا امکانات یادگیری زیادی مثلا اینجا برای دانشجویان فراهم میشه. حالا من نمیدونم که این امکانات توی شریفم بود و من استفاده نمی‌کردم، نمیرفتم سراغش، و مثلا اینجا چون هی به همون ایمیل میزنن که اگه فلان چیزو می‌خواید برین فلان دفتر، اگه فلان چیزو می‌خواید برین اون یکی دفتر، نمیدونم اینجا مثلا به این دلیل من بیشتر می‌بینم. ولی خب کلا مثلا انجمن‌های زیادی هست که برای دانشجوها مثلا ساپورت فراهم می‌کنن و این یه چیزی بود که من مثلا خودم توی شریف خیلی نمی‌دیدم و مثلا حس می‌کردم که همه تلاشا یا برای خودمه یا مثلا کارهایی که مثلا همکاریایی که بقیه بهم میرسوندن و خیلی حس نمی‌کردم که مثلا کمکی از طرف دانشگاه داره فراهم میشه، ولی خب اینو مثلا اینجا خیلی احساس میکنم. مثلا هر موقع اتفاقی میفته سریع میان ایمیل میزنن که اگه ناراحتین مثلا برین با فلان کس صحبت کنین، اگه مثلا ناراحتین مثلا به این شماره زنگ بزنین، ما در خدمتیم. حالا ممکنه در خدمت نباشن واقعا، ولی خب این که این سرویس ها هست، به نظرم این چیزی بود که من خودم توی شریف حس نمی‌کردم که باشه. سطح اساتید مثلا لول درس دادن کلا تفاوتش چجوریه تو این دوتا دانشگاه؟ کلا خب توی هر دانشگاهی یه سری استادای خب خیلی خوب هست و خب استادای مثلا اونقدر عالی هم هست، بازم استادایی که اونقدر عالی نباشن هم هست. ولی خب کلا چیزی که دیدم اینه که مثلا من یه سری استاد داشتم تو شریف که واقعا مثلا عالی درس میدادن و واقعا من میفهمیدم درسو و توی MIT هم همینطوری بود. صرفا چیزی که مثلا متوجه میشدم میانگین سطح تجربه مثلا استادا بود که خب اینم صرفا بر حسب امکاناتیه که توی محیط هست. خب مثلا ترم پیش من 2 ترم پیش فکر کنم من یه درسی برداشته بودم، یه درس تئوری کامپیوتر بود که خب استاد اون درس مثلا کسی بود که اصلا کتاب تئوری کامپیوتر نوشته بود. حالا خب چنین استادی نیست، ولی خب صرفا حس می‌کنم به خاطر امکانات. اگه مثلا استادایی که شریف بودن مثلا میومدن یه جایی که امکانات خیلی زیادی داشتن، خب حس می‌کنم اونا میتونستن کتاب فیلدشون رو بنویسن. یکم این امکانات اینطوری هست، ولی خب تهش حس می‌کنم برمیگرده به خود دانشجو. حالا استاد قطعاً استاد خیلی تاثیر میذاره، مثلا استادی که خب خیلی خوب درس بده خب خیلی تاثیر میذاره، ولی حس می‌کنم تهش اون دانشجوها هن که دارن اون محیط دانشگاه رو میسازن و واقعا حس می‌کنم که دانشجوهایی که تو شریف بودن هم واقعا سطحشون خیلی بالا بود. من که خیلی در استرس بودم کل دورم که ای وای من دارم با اینا رو رقابت میکنم و خب اینجا هم همون استرس رو توی دانشجوهای آندرگراد میبینم. یعنی حس می‌کنم که واقعا سطح دانشجوها توی 2 تا دانشگاه واقعا خیلی بالا هست. بسیار عالی، مرسی واقعا از توضیحات خیلی کاملی که به ما میدین و قشنگ قضیه جا میفته. ممنونم. و سوال آخر و هیجان انگیز برای خود من اینه که شما از نظر الان لول درسی هم الگوی دانش آموزا هستید، به لحاظ اینکه شریف درس خوندین، هم الگوی دانشجوها هستید تا یه حدی، برای اینکه MIT درس میخونید. ببینم یک همچین دانشجویی تفریح هم میکنه یا فقط درس میخونه و اگر تفریح میکنه مثلا چه کار خاصی انجام میده؟ آیا تمام اوقاتش به درس خوندن میگذره؟ سوال خیلی خوبیه.
اینو من از قبل از اینکه حتی بیام شریفم من خیلی به این سوال فکر می‌کردم. یعنی همیشه بهم میگفتن که بری شریفی‌ها تک‌بودین، شریفی‌ها فقط درس میخونن، هیچ کار دیگه ای نمیکنن و من خلاصه خیلی میترسیدم اینو که میشیدم. بعد که رفتم شریف اینجوری بود که نه اینطوری نبود. خیلی هم درس میخوندن، هم ورزش میکردن، هم مثلا پیانو میزدن، هم کلا کارهای مفرح میکردن. یعنی توی شریف هم من خیلی رو میدیدم که مثلا به جز درس خوندن کارهای دیگه هم میکردن و درسشون هم خیلی خوب بود. و توی دانشگاه خودمونم باز اینو میبینم که مثلا خیلی هستن که هم ورزش میکنن، مخصوصا توی این شهری که من هستم همه میدونن. یعنی کلا میری بیرون همه مثلا 5 تا همه دارن میدونن تو شهر. من نمیدونم چه خبره ولی خب کلا فعالیت‌های مفرح انجام میدن. و دانشجوها هم اینجوری هستن، مثلا خیلی ورزش میکنن، خیلی مثلا نقاشی میکشن، کارهای مثلا فوق برنامه اینا زیاد انجام میدن. حالا من اومدم چون خب رفته بودم یه قاره دیگه و کلا یکم استرس و این چیزای مهاجرت بود. اون اول خب بیشتر داشتم سعی میکردم جا بیفتم، ولی بعد از اون واقعا مثلا فعالیت‌های دیگه خیلی میشد انجام داد، مخصوصا چون دانشگاه خودش خیلی فعالیت‌های، یعنی خیلی ایونت میذاشتن، مثلا کلی از این ایونت ها میذاشتن که غذای مجانی اونجا بود، بعد بچه‌ها میرفتن با هم دیگه صحبت میکردن. حالا خب خیلی از جمله من به خاطر غذا میرفتن، ولی خب کلا کارهای مفرح هم میشد انجام داد. یعنی خب یه بخش زیادی از روز به ریسرچ کردن میگذره واقعا، و واقعا میشه که مثلا آخر هفته هم ما ریسرچ میکنیم، ولی اینطوری نیست که مثلا صبح تا شب تا صبح ریسرچ بکنیم. مثلا بازه به بازه فرق میکنه. اگه مثلا نزدیک ددلاین باشه خب آره مثلا تا 2:30 شب ممکنه دانشگاه بمونیم، ولی اگه مثلا ددلاین چیزی در کار نباشه نه، مثلا مسافرت میریم، کارهای زیاد میکنیم. مثلا من خودم توی این 2 سالی که اونجا بودم فکر کنم 7 بار مسافرت رفتم خارج آمریکا. یعنی کلا کارهای مفرح انجام میشه. نگران نباشه، اینجوری نیست که مثلا بیاین یه دانشگاه دیگه بعد دیگه همش دارین درس میخونید، نه، فعالیت دیگه هم میشه انجام داد. دغدغه واقعا خیلی از آدمایی از جمله خدا من که خیلی از درس سنگین فراریان، میگن حتما کنارش هم یه چیز دیگه باشه، زندگی قابل تحمل باشه. مرسی از اینکه وقتتون رو به ما دادین. حرف آخری اگر هست بفرمایید لطفاً، توصیه‌ای، تجربه‌ای، ما خیلی خوشحال میشیم. توصیه‌ای که حالا شما گفتین که ورودی 401، حالا من اونقدر سنم از شما بزرگتر نیست که بخوام اونقدر توصیه‌ای بکنم، ولی خب تنها چیزی که میتونم بگم اینه که خیلی مثلا به رنکینگ دانشگاه دلتون رو نبندین و کلا همه مسیرهایی که آدما دارن متفاوته. حالا من افتادم توی این مسیر، ممکنه اصلا یه نفر یه مسیری باشه که کلا ریسرچ دوست نداشته باشه، ممکنه یه نفر اصلا اپلای نکنه، ممکنه یه نفر بره یه دانشگاه رنکینگ پایینتر یه پی اچ دی بگذرونه که خیلی از پی اچ دی که من دارم میگذرونم بهتر باشه. کلا مسیرها متفاوته و خب ظاهر اون مسیری که میبینین لزوما مسیر خوبی نیست و این بد نیست که مسیر آدم‌ها با هم دیگه فرق بکنه. و اینکه صرفا امیدوارم که بچه‌ها هر مسیری که انتخاب میکنن توش خوشحال باشن و موفق باشن. خیلی جمله قشنگیه که بچه‌ها توش خوشحال باشن. مرسی از شما که وقتتون رو به ما دادین و مرسی از شما بیننده‌های عزیز که این ویدیو رو تا انتها دیدین. خدا نگهدار. مرسی از همگی.